گفتم حالا که آرچ رو نصب کردیم، ویندوز رو هم به منوی گراب اضافه کنم که بالا آمدنی یا ویندوز رو انتخاب کنیم یا آرچ رو. الان نمیشه مثلا ویندوز رو انتخاب کرده اومد بالا. در واقع فقط توی منوی گراب آرچ وجود داره. واسه همین با چند تا کار ساده میشه ویندوز رو به گراب آرچ اد کرد. اولش OS پروبر رو نیاز داریم که نصبش میکنیم. بعد یه تگی داریم به اسم گراب disable OS prober false. این هشتگش رو برمی‌داریم و سیوش میکنیم. همه این کدا رو تو دیسکریپشن گذاشتم چون موقعی که داشتم فیلمو میگرفتم انگار حواسم نبوده، یه سری چیزا نیفتاده و واسه همین همه کدا رو میذارم توی دیسکریپشن. در واقع با این کارمون یه فایل کانفیگ جدید واسه گراب درست میکنیم که توش ویندوز قید شده و قراره باش بالا بیاد. در کل یه فایل کانفیگ ساخته میشه با پسوند cfg. خب بعد که کارمون تمام شد ریبوت میکنیم همونطور که قرار ببینید ریبوت شد و توی منو ویندوز اضافه شده. توی منوی سمت راست قشنگ مشخصه، بزرگترش کردم که قشنگ تو چشم باشه که این کار انجام شده و اطمینان داشته باشی. خیلی ممنون از تماشای زیباتون. ساب و لایک و کامنت اینا یادتون نره، خیلی نیاز دارم به حمایتاتون. دمتون گرم.